علم، تکنولوژی، دانش. از زمانی که انسان تونست جوامع بشری رو تشکیل بده، هزاران هزار دانشمند شبانه روز مشغول تحقیق و بررسی برای پیشرفت روزافزون علم بودند. برای راحت کردن زندگی، برای کشف ناشناخته ها، برای یافتن جواب سوالاتی که هزاران سال ذهن بشریت رو مشغول کردند. انتهای جهان کجاست؟ اول مرغ به وجود اومد یا تخم مرغ؟ آیا با بستن در یخچال چراغ داخلش هم خاموش میشه؟ قرنها پیشرفت و تکامل ما رو بالاخره به جایی رسوند که بشریت بزرگترین دستاوردش رو رو کنه. جوسرو، دستگاه آب میوه‌گیری که انقلابی در دنیای آب میوه‌گیری ایجاد کرد، چون اولین آب میوه‌گیری بود که با اتصال به اینترنت کار میکرد. شاید برات سوال شده باشه که خب مثلا اینترنت به چه درد دستگاه آب میوه‌گیری میخوره آخه؟ احتمالاً حدست اینه که مثلا موقع آب میوه‌گیری برات موسیقی فاخر پخش میکنه یا میره آخرین و بهینه‌ترین متدها برای بریدن و خرد کردن انواع و اقسام میوه‌ها رو پیدا میکنه. خیلی انتظارات بالایی داری از موجوداتی که توی دستشویی فکر میکنن و توی زندگی میرینن. نابغه‌ای که صاحب این ایده بوده کسی نیست جز جناب داگ ایونز. جای برادری خوب چیزیه، ولی خب خوشگلیش برای بقیه از بگاهیش برای من. دیوز با این موهاش دهن منو سرویس کرد. نیم ساعت داشتم فتوشاپش میکردم فقط. داگ ایونز دقیقاً نقطه مقابل گریدال بود که توی ویدیوی سنگ خانگی دربارش صحبت کردم. گریدال یه ایده جدی رو به صورت کسوشر اجرا کرد. داگ ایونز یه ایده کسوشر رو به صورت جدی اجرا کرد. خیلی جدی بلند شد، رفت یه سری سرمایه‌گذار رو جمع کرد و برگشت گفت آقا نگاه کنید، فرایند آب میوه‌گیری خیلی کثیف و پر زحمت و شلوغه. بعد میوه ها رو پوست بگیری، دست و بالت نوچ میشه، بعد با یه تپه توفاله درگیر میشه که همه رو بعد جمع کنی. به جاش ما میتونیم میوه های کاملا تمیز و سالم و دستچین شده رو براشون آب میوه‌گیری کنیم، داخل پکیج بذاریم بفروشیم بهشون. داداش، از زمان تیرکموشاه دارن ساندیس و آب میوه آماده میفروشن. نه. اگر دقت کنید میبینید که ملت ساندیسا رو با دست باز میکنن. واقعا خیلی زشته برای انسان قرن 21 که همچنان عین قارنشینا از دستش استفاده کنه. ما میتونیم همراه این ساندیسای خودمون یه دستگاه آب میوه‌گیری هم بفروشیم که پاکت ساندیسامون رو برای مشتری فشار بده و آبش رو خالی کنه توی لیوان. $700 ناقابل هم قیمتشه. حالا هنوز نساختیم دستگاه رو، ممکنه اصلا هزینه‌اش از $700 هم بیشتر بشه. محض اطلاع هزینه‌اش از $700 بیشتر شد. ولی پول شرکت کف دسته بابا. مهم اینه که بتونیم تکنولوژی رو به تمام جنبه‌های زندگی مردم وارد کنیم. چطوره یا نه؟ میدونی آدمیزاد در طول تاریخ تصمیمات شروور زیاد گرفته، ولی دیگه وضعمون انقدرم خراب نیست. بعیده کسی انقدر ابله باشه که بخواد برای همچین چیزی سرمایه گذاری $120 میلیون سرمایه اولیه بهش دادن. شت. بالاخره پس از مدت‌ها انتظار جوسرو وارد بازار شد و اگر فکر می‌کردی کسخل‌تر از کسایی که آب حموم بلدلفین رو خریده بودن پیدا نمیشه، باید بیای کسایی که جوسرو رو خریدن ببینی. دستگاهی که اگر به اینترنت وصلش نکنی اصلا کار نمی‌کنه برات. $700 داری برای دستگاهی که تنها هدف وجودش فشار دادن یه بسته ساندیسه و همونم برات انجام نمیده مگه اینکه وصلش کنی به وای فای. جاکش تو قراره یه بسته آب میوه آماده رو خالی کنی تو لیوان با اینترنت. چه غلطی می‌خوای بکنی دقیقاً؟ به گفته حضرت داگ ایونز، برای اینه که چک کنه ببینه پاکت ساندیسی که توش گذاشتی مال خود شرکت جوسرو هست یا نه. What the fuck؟ QR کد روشو چک میکنه و اگر هر بسته آب میوه دیگه ای بذاری کار نمیکنه. یعنی بری اون $700 رو نقد کنی، از اسکناساش به عنوان دستمال توالت استفاده کنی، بیشتر میارزه تا این. و بدتر از اون میدونی چیه؟ شرکتش الان ورشکست شده. سروراش بسته شدن، یعنی کسایی که خریدنش حتی دیگه نمیتونن استفاده کنن از دستگاهش. هر وقت دلت سوخت برای خودت که کلی وقت گذاشتی سر اون بازی همستر کسچر، یادت بیفته که کسایی $700 دارن واسه این آشغال. ولی حالا شاید بگی اب نداره، بالاخره میشد دستگاهشو نخرید و به جاش پاکت‌های ساندیسشو خرید و از آب میوه‌اش استفاده کرد. مگه نه؟ بالاخره کیفیت میوه‌هاشون خوبه دیگه، ترتمیزه. خودشون گفتن ترتمیزه، مگه نه؟ این آقای داگ ایونز یه مقدار رفتارهای خاصی داشته. خودشو استیو جابز آب میوه‌گیری‌ها معرفی می‌کرده به همه. ایشون گیاهخوار بوده، بعد تازه گیاهخوار عادی هم نه، ویگن بوده. بعد ویگن عادی هم نه، ویگن خامخوار. قشنگ نور علی نور. حالا چرا این نکته مهمیه؟ چون کل شرکتشون پر از سوسک شده بود، ولی جناب داگ ایونز، مدافع حقوق حیوانات و منجی حیات وحش، اجازه نمیداد بیان سمپاشی کنن. نه، سمپاشی؟ اصلا چه حرفیه؟ چطور میتونی جون یک موجود زنده رو بگیری؟ سوسکا حیوانن،
سوسکان نفس میکشن، تو نمیتونی. پند داستان امروز اینه که رو گیاهخوارا سرمایه‌گذاری نکنید. با تنابشون تو چاه نرید. کلا با تنابشون تا سر کوچه هم نرید.